سلام. امروز میخوام مقاله Efficient Top K Frequent Item Set Mining on Massive Data رو براتون ارائه بدم. این مقاله توسط وان و هان نوشته شده و توی ژورنال دیتا ساینس اند انجینیرینگ سال 2024 منتشر شده. حالا موضوع این مقاله چیه؟ توی این مقاله یه روش جدید معرفی شده که کمک میکنه مجموعه‌های پرتکرار رو از بین داده‌های حجیم پیدا کنیم بدون اینکه لازم باشه یه حداقل مقدار پشتیبانی یا همون مینیمم ساپورت رو تعیین کنیم. اسم این روش که ارائه شده PTF هست که از یک تکنیک خاص به اسم تقسیم‌بندی پیش‌بندی یا پرفیکس پارتیشنینگ که در ادامه توضیح خواهم داد استفاده میکنه تا محاسبات رو سبک‌تر کنه. حالا قراره توی این ارائه چی بگم؟ به ترتیب این بخش‌ها رو داریم: مقدمه و اهمیت استخراج مجموعه‌های پرتکرار، مشکلات روش‌های قدیمی و سختی تعیین مینیمم ساپورت، معرفی روش PTF و ویژگی‌های جدیدی که داره، بعد از اون نحوه کار الگوریتم، ساختار داده و روش پردازشش، بعد از اون نتایج آزمایش‌ها و مقایسه با روش‌های دیگه و در نهایت هم یه جمع‌بندی و مسیرهای تحقیقات آینده. مثلا چرا مجموعه‌های پرتکرار مهمن؟ استخراج مجموعه‌های پرتکرار FIM یا همون Frequent Item Set Mining کمک میکنه بفهمیم چه آیتم هایی توی یک مجموعه داده بیشتر از بقیه کنار هم ظاهر میشن که یک روش مهم توی داده کاویه. این روش تو کلی حوزه به درد ما میخوره، مثل تحلیل خرید مشتریا. مثلا ببینیم کسی که شیر میخره معمولا نونم میخره یا نه، یا تشخیص بیماری ها توی پزشکی. مثلا پیدا کنیم چه ترکیبی از علائم بیشتر توی بیماران خاص دیده میشه، یا تحلیل داده های مکانی و زمانی. مثلا بررسی کنیم که توی کدوم نقطه شهر تصادف بیشتر اتفاق میفته. مشکل روش‌های قدیمی که وجود داشته چی بوده؟ توی روش‌های سنتی ما باید یه حداقل مقدار پشتیبانی یا همون مینیساب رو تعیین کنیم که خیلی دردسر داره. اگه مقدارش زیاد باشه ممکنه الگوهای مهم رو از دست بدیم. اگه مقدارش کم باشه نتیجه خیلی شلوغ و پردازشش سنگین میشه. برای حل این مشکل یه روش جدید به اسم تاپ KFIM معرفی شد که دیگه نیازی به مینیمم ساپورت نداره و مستقیما اون مجموعه برتر پرتکرار رو پیدا میکنه. چالش‌های روش‌های قدیمی FIM: روش‌های سنتی مثل اپریوری و افیگوز تو داده‌های کوچیک خوبن، ولی وقتی داده‌ها خیلی زیاد بشن این مشکلات پیش میاد. باید مینیمم ساپورت رو از قبل مشخص کنیم که خب خیلی سخته و اگه درست تنظیم نشه نتیجهمون خیلی نامناسب میشه. حافظه زیادی مصرف میکنه. مثلا اپریوری چندین بار کل داده‌ها رو اسکن میکنه و افیگوز هم یه درخت اف3 میسازه که کلی حافظه میخواد. با داده‌های حجیم مشکل دارن. هر چقدر تراکنش‌ها بیشتر بشن کار این روش‌ها سخت‌تر میشه، ممکنه دیگه جواب نده. یه چالش دیگه‌ش هم کنترل تعداد خروجی رو ندارن. مثلا اگه ما فقط 5 تا مجموعه پرتکرار برتر رو بخوان، این روش‌ها نمیتونن دقیقاً همون مقدار رو بهمون بدن. راه حلش چیه؟ راه حلش همون الگوریتم VTF که این مقاله ارائه داده. این روش یه ایده جدید داره که داده‌ها رو تقسیم بندی و پیش بندی میکنه و فقط اون بخش‌های مهم رو بررسی میکنه. تاپ کی فریکونت آیتم ست ماینینگ یه روشی بهتر از روش‌های قدیمیه که حالا این مشکلاتی که گفتیم رو حل میکنه. فرقش با روش‌های قدیمی چیه؟ روش‌های سنتی باید مینیمم ساپورت رو به صورت دستی تنظیم کنه که خب خیلی کار سختیه، همونطور که توضیح دادم. روش تاپ کی FIM فقط عدد کا، یعنی تعداد مجموعه‌های پرتکرار مورد نظر رو میدیم، الگوریتم خودش همش رو تنظیم میکنه. چجوری کار میکنه؟ اول با مقدار پشتیبانی خیلی پایین شروع میکنه، بعد کم کم مقدار رو بالا میبره تا دقیقا همون کا تا مجموعی که میخوایم پرتکرار باشه رو پیدا کنیم. مورد بعدی هم همیشه فقط همون کا تا مجموعه رو نگه میداره و اضافی ها رو حذف میکنه. حالا چرا این روش بهتره؟ چون نیاز به تنظیم مینساب نداره، کمتر از روش‌های سنتی حافظه مصرف میکنه و دقیقا همون تعداد نتیجه‌ای رو میده که ما لازم داریم. یه مثال اگه بخوایم بزنیم، فرض کنید یه فروشگاه آنلاین میخواد 3 تا ترکیب پرفروش‌ترین محصولاتش رو پیدا کنه. تو روش‌های قدیمی باید حدس بزنه که این مینیمم ساپورت چقدره که خیلی کار سختیه. تو روش تاپ KFIM مستقیم 3 ترکیب برتر رو پیدا میکنه. روش PTF یا Prefix Based Top K Frequent Item Set Mining یه مدل پیشرفته تر از Top KFIM که خیلی هم بهینه تر نسبت به اون روش. این روش چندین مرحله داره. مرحله اولش مقداردهی اولیه است.
آیتم های پرتکرار رو پیدا میکنه و مرتب میکنه. مقدار حداقل پشتیبانی پویا رو یا همون آرمستاب رو 0 در نظر میگیره و یه مین هیپ برای ذخیره کاتا مجموعه برتر میسازه. گام بعدی تقسیم بندی پیش‌بندی یا هم پرفیکس پارتیشنینگ. تراکنش‌ها رو بر اساس اولین آیتم پرتکرار به چند تا بخش کوچیک‌تر تقسیم میکنه. هر پارتیشن رو جداگونه پردازش میکنه که سرعت هم بره بالاتر. گام سوم ذخیره‌سازی بهینه داده‌هاست. داده‌ها رو به صورت عمودی ذخیره میکنه که حافظه کمتری هم مصرف بشه. گام چهارم پردازش عمودی و استخراج مجموعه‌های پرتکراره. مجموعه‌های پرتکرار رو استخراج میکنه و مقدار آرمساف رو به‌روزرسانی میکنه. گام پنجم حذف کاندیداهای نامناسب. آیتم‌هایی که به درد نمیخورن حذف میشن. همچنین پارتیشنایی هم که نتیجه ندارن رو کنار میذاره. گام ششم هم نمایش کا مجموعه پرتکرار برتره. در نهایت فقط کا تا مجموعه پرتکرار برتر که توی اون مین هیپ ذخیره شدن نمایش داده میشن. حالا اگه هر قسمت رو بخوایم با جزئیات بیشتر ببینیم، اولین مرحله توی اجرای الگوریتم همونطور که گفتیم مرحله اینیشیالایزینگ یا هم مقدمه سازی. این مرحله خیلی مهمه چون قراره ساختارهای داده‌ای اولیه رو آماده کنیم و پارامترهای کلیدی الگوریتم رو مقدار دهی کنیم تا هم سرعت پردازش بالا بره و هم مصرف حافظه‌مون کمتر بشه. مراحلش اگه بخوام بگم، گام اول ایجاد یه ساختار داده‌ای کامبینیشن آف نودز. این ساختار کمک میکنه بفهمیم هر آیتم چند بار تو تراکنش‌ها تکرار شدن. آیتم ها رو بر اساس میزان پشتیبانی یا همون ساپورتشون مرتب میکنیم تا مهمترین ها رو زودتر بررسی کنیم. گام بعدیش مقداردهی اولیه آرمساپه که همونطور که گفتیم مقداردهی اولیه‌اش رو برابر با 0 در نظر میگیریم. این مقدار بعد حین اجرای الگوریتم تغییر میکنه تا در نهایت دقیقاً کا مجموعه پرتکرار برتر انتخاب بشه. گام سوم ایجاد مین هیپ برای نگهداری کا مجموعه پرتکرار برتره. یه مین هیپ درست میکنیم که همیشه فقط کا تا از پرتکرارترین مجموعه ها رو نگه داره. اگر تعداد مجموعه ها از کا بیشتر بشه، اون مجموعه که کمترین پشتیبانی داره رو حذف میکنیم. گام چهارم تقسیم تراکنش‌ها بر اساس اولین آیتم پرتکرار یا هم پرفیکس پارتیشنینگ. تراکنش‌ها رو بر اساس اولین آیتم پرتکرار توی گروه‌های جداگونه تقسیم می‌کنیم. این کار باعث میشه که محاسبات غیر ضروری کم بشه و سرعت الگوریتم هم بره بالا. اگه بخوایم یه مثال ازش ببینیم، فرض کنیم مجموع تراکنش‌های ما این 5 تا تراکنش باشن. گام اول اینه که تعداد وقوع آیتم‌ها رو بشماریم. گام دوم بر اساس میزان پشتیبانی که دارن مرتب سازیشون کنیم. گام سوم تقسیم بندی تراکنش‌ها بر اساس اولین آیتم پرتکرارشونه. گام چهارم هم همونطور که توضیح دادیم مقدار دهی اولیه آرمسا برابر با 0 و یه دونه مین هیپ بسازیم برای ذخیره کاتا مجموع پرتکرار برتر. حالا میرسیم به مرحله پرفیکس پارتیشنینگ که یکی از کلیدی‌ترین تکنیک‌های بهینه‌سازی توی الگوریتم PTF. این روش کمک میکنه پردازش سریعتر بشه و محاسبات غیر ضروری هم حذف بشن. مراحل اجراش چطوریه؟ اول یه آیتم پرتکرار به عنوان پیشوند انتخاب میشه. از بین آیتم‌های پرتکرار یکیشون به عنوان کلید پارتیشن بندی انتخاب میشن. بعد تمام تراکنش‌هایی که اون آیتم رو دارن توی یک پارتیشن خاص قرار میدیم. مرحله دوم تقسیم بندی تراکنش است. هر تراکنش بر اساس اولین آیتم پرتکرار توی یه پارتیشن قرار میگیره. الگوریتم فقط باید اون پارتیشن‌های ضروری رو بررسی کنه و پارتیشن‌های کم اهمیت‌تر رو حذف کنه. مرحله سوم کاهش فضای جستجو و افزایش سرعت پردازشه. تو الگوریتم‌های سنتی مثل اپریوری باید کل داده‌ها بارها اسکن بشن، اما اینجا فقط پارتیشن‌های مرتبط بررسی میشن که هزینه پردازشی رو خیلی کم میکنه. یه مثال اگه ازش بخوایم ببینیم، مجموع تراکنشامون که توی اسلاید قبل دیدیم، میایم پشتیبانی آیتم‌ها رو شمارش میکنیم، مرتب سازی میکنیم بر اساس میزان تکرارشون، بعدش هم تقسیم تراکنش‌ها بر اساس اول آیتم پرتکراره که اینجا کلمه آیتم بوک رو به عنوان اون کلید پارتیشن در نظر گرفتیم. مزایاش چیه؟ کاهش فضای جستجو و افزایش سرعت پردازش رو داره. پارتیشن‌های نامرتبط رو برای کاهش مصرف حافظه حذف میکنه. پردازش موازی روی پارتیشن‌ها رو امکان سازی میکنه و مناسب برای سیستم‌های توزیع شده. بعد از تقسیم بندی هر پارتیشن جداگونه پردازش میشه که اینجا چند تا مرحله داریم.
مرحله اول ذخیره‌سازی داده‌ها تو قالب عمودی همون هیبرید ورتیکال استوریج موده که آیتم ها تو یکی از این قالب های بهینه ذخیره میشن. تاید لیست برای آیتم های کم تکرار، دیف لیست برای آیتم های پرتکرار و بیت فکتور برای آیتم هایی با تکرار متوسط که پردازش سریعتری دارن. پس توی اولین مرحله که ذخیره‌سازی داده ها 3 تا قالب بهینه داریم برای ذخیره‌سازی. یکی تاید لیسته، یکی دیف لیسته، یکی هم بیت فکتوره. مرحله بعدی پیدا کردن مجموعه‌های پرتکرار داخل هر پارتیشنه. مقدار پشتیبانی هر مجموعه حساب میشه و اگر از آرمساب بیشتر بود توی مین هیپ ذخیره میشه. مرحله بعدی به‌روزرسانی مقدار آرمساب به حذف اون مجموعه‌های ضعیفه. اگر تعداد مجموعه‌های پرتکرار بیشتر از کار بشه کمترین مقدار حذف میشه و آرمساب هم آپدیت میشه. مرحله آخر هم حذف پارتیشن های غیر ضروری پارتیشن پرونینگ انجام میشه. اگر هیچ مجموعه توی یه دونه پارتیشن مقدار آرمساب رو رد نکنه اون پارتیشن حذف میشه. پرونینگ که الان صحبتش بود یعنی حذف کاندیده هایی که به درد نمیخورن. این مرحله باعث افزایش سرعت الگوریتم میشه. چند تا حالت داریم: حذف آیتم های کم اهمیت، آیتم هایی که پشتیبانیشون کمتر از آرمسابه که حذف میشه. قسمت بعدی حذف پارتیشن های نامرتبطه. اگر هیچ آیتمی توی پارتیشن حداقل پشتیبانی آرمساب رو نداشته باشه کل اون پارتیشن حذف میشه. قسمت بعدم حذف مجموعه های ضعیفه. فقط مجموعه هایی که احتمال ورود به مجموعه پرتکرار برتر دارن نگه میداریم. پس هرس کاندیدا یا همون پرونینگ 3 تا حالت داره. یکی آیتم پرونینگ، یکی پارتیشن پرونینگ و مورد آخرم کاندیدیت ست پرونینگ. اگه بخوایم نتایج آزمایشات رو ببینیم و با روش‌های دیگه مقایسه کنیم، نتایج آزمایشات نشون میده که PTF در مقایسه با روش‌های دیگه عملکرد بهتری داشته. سرعت پردازشش بی‌رقیبه. الگوریتم PTF تا 1348 برابر سریعتر از روش‌های متداول استخراج الگوهای پرتکرار عمل میکنه. این افزایش سرعت به دلیل ساختار نوآورانه و اون کاهش عملیات اضافی پردازش داده‌ها اتفاق میفته. مورد بعدی کاهش چشمگیر هزینه اینپوت آوتپوته. با بهره‌گیری ساختار بهینه ذخیره‌سازی و پردازش هزینه اون عملیات ورودی خروجی همون اینپوت آوتپوت تا 355 برابر کاهش پیدا کرده که نشون دهنده کاهش نیاز به خوندن و نوشتن پرهزینه تو پایگاه داده است. یه مورد دیگه هم حداقل تعداد اسکن‌های مورد نیازه. همونطور که گفتیم تو روش‌های سنتی مثل اپریوری نیاز به چندین بار اسکن از پایگاه داده داریم، ولی الگوریتم PTF میتونه فقط 1 تا 2 اسکن کامل داده ها رو میتونه فقط با 1 تا 2 تا اسکن کامل داده ها رو پردازش کنه. این ویژگی موجب بهبود چشمگیر کارایی تو مجموع داده های حجیم میشه. یه مورد هم بهبود تو مقایسه با الگوریتم‌های دیگه است. نتایج آزمایش‌ها رو مجموع داده‌های واقعی و مصنوعی نشون داد که PTF در پردازش داده‌های حجیم به طور قابل ملاحظه عملکرد بهتری نسبت به روش متداول مثل اپریوری و افیگوتس داره. نتیجه گیری و مسیرهای تحقیقاتی آینده. مزایای کلیدی PTF همونطور که تا الان توضیح دادیم یکیش عدم نیاز به تعیین مقدار مینیمم ساپورته. برخلاف روش‌های سنتی که نیازمند تعیین یک مقدار آستانه همون مینساب به صورت دستیه، PTF میتونه به طور پویا الگوهای مهم رو بدون وابستگی به این مقادیر استخراج کنه. این قابلیت انعطاف پذیری و دقت تحلیل داده ها رو بهبود میبخشه. یه مزایای دیگه‌اش مقیاس پذیری بالا و اجرای سریعشه. PTF قادر با افزایش حجم داده ها عملکردش رو حفظ کنه و از منابع محاسباتی بهینه استفاده کنه که این ویژگی ها رو برای مجموع داده های کلان مناسب میکنه. قابلیت پردازش داده های حجیم. به دلیل طراحی بهینه PTF توانایی پردازش مجموع داده های بزرگ رو داره و میتونه تو موضوع مختلف مثل سیستم های ابری و پایگاه داده های توزیع شده به کار گرفته بشه. مسیرهای آینده تحقیقاتیش چیان؟ جهت‌های جدید واسه توسعه و بهبود PTF یکی پردازش داده‌های جریانی یا همون استریمینگ دیتا پروسسینگ. یکی از چالش‌های کلیدی تو داده‌کاوی پردازش داده‌هاییه که به طور مداوم و جریانی وارد سیستم میشن. توسعه نسخه‌ای از PTF که بتونه اون داده‌های جریانی رو تو لحظه پردازش کنه از مهم‌ترین مسیرهای تحقیقاتی آینده است. روش‌های حفظ حریم خصوصی رو داریم، پرایوسی پریسروینگ ماینینگ. با افزایش اهمیت امنیت داده‌ها ترکیب PTF با روش‌های رمزنگاری
و تکنیک‌های ناشناسازی داده‌ها میتونه به کاربرد گسترده‌تری تو حوزه‌های حساس مثل سلامت و بانکداری منجر بشه. و یه مورد دیگه هم اجرای موازی توی اسپارک و هدوبه. جهت افزایش بهره‌وری تو پردازش مجموعه داده‌های بسیار بزرگ، پیاده‌سازی و بهینه‌سازی PTF برای پلتفرم‌های توزیع شده مثل آپاچی هدوب و آپاچی اسپارک یه مسیر پژوهشی ارزشمنده. این کار موجب استفاده بهینه از پردازش موازی و کاهش زمان اجرای الگوریتم میشه. در واقع ترکیب PTF با تکنیک‌های یادگیری ماشین، ترکیب PTF با شبکه‌های عصبی، یادگیری عمیق و مدل‌های پیش‌بینی مبتنی بر داده‌های پرتکرار میتونه باعث افزایش دقت تحلیل و ایجاد مدل‌های هوشمندتر تو کاربردهای مختلفی مثل تحلیل بازار و تشخیص ناهنجاری‌ها بشه. اگه بخوایم یه جمع‌بندی هم بکنیم، PTF یه الگوریتم قدرتمند و نوآورانه تو حوزه داده‌کاویه که با سرعت بالا، کاهش هزینه پردازش و حذف نیاز به اون مینیمم ساپورت یه گام مهم تو بهبود استخراج الگوهای پرتکرار برداشته. مسیر تحقیقاتی آینده میتونه این الگوها رو به ابزار جامع و پیشرفته تو پردازش داده‌های کلان تبدیل کنه. خیلی ممنون که وقت گذاشتید. اگر سوالی داشتید خوشحال میشم پاسخ بدم.